میخوام این پست رو اختصاصی برای فالوورای عزیزم بذارم که یه دونه دستگاه جوش اضطراری توی خونهشون داشته باشن و بدون هیچ هزینه اضافی بتونن دستگاه جوش خودشون رو بسازن. اول 2 تا بطری میاریم، روی سطح صافی ثابتش میکنیم، فرقی نمیکنه فلزی باشه یا چوب یا حالا هر چیزی. 2 تا سری از بطری ها رو سوراخ میزنیم، 2 تا پایه فلزی هم براش میذاریم برای اتصال به آب نمک. بعد به هر 2 تا بطری میزان آب اضافه میکنیم. بعد به هر بطری 2-3 قاشق نمک اضافه میکنیم برای رسانه بودن آب نمک. بعد سیما رو میاریم، یکی رو بس میکنیم به یکی از بطری‌ها و اون یکی سیم هم بس میکنیم به یکی دیگه از بطری‌ها. بعد لوازم جوشکاری رو میاریم و سر سیما رو دوباره مثل قبلی‌ها بس میکنیم به یکی از بطری‌ها و سیم بعدی هم به یکی دیگه از بطری‌ها. بعد پیچا رو قشنگ میاریم صفر میکنیم. لوازم